ارسال کرد یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابی بودند، یک کوچمنچه بودند، یک بیابانی بودند، از کوهسار فرآمده بودند. گفتم پیغمبر خدا چی می شود که مرا بر یک عمل دلالت کنی که اگر وقتی من چنگ زننده همون عمل باشم چیکار کنم داخل جنت شوم؟ رسول الله گفتند تعبد الله ولا تشرك به شیئا. اولا بنده خدا، مادامی که تو اگر داخل جنت برای خودت بخوای اختیار کنی چیکار کن؟ باید که تو عبادت خدا را کنی و به خدا شریک نیاری چیزی را. خدا را یکه و یگانه بدانی. خدا را یکه و یگانه بدانی. اولین وظیفه که تو داری ای بنده خدا این است که در ذات خدا کسی را شریک نیار. خوشخبر برای همه شما، авиакасияи ҷамшед барои шумо имконияти калон медиҳад. куҷое ки сафар кардани ҳастен, шумо метавонед ки аз хона набаромада бо тариқи телефон билетҳои арзонро харидорӣ намоед ва инчунин аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. барои шумо сафари хуб хоҳонем. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро аз шаҳри москва доранд, барои шумо беҳтарин компанияро тавсия медиҳем. компания дорои мошинҳои замонавӣ аст. шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади қазоқистон бурда ва соғ саломат бо хоси аллоҳ оварда мерасонанд. дар документҳо ягон мушкилӣ бошад худашон ҳал мекунанд. ва хубии компания дар ин аст ки барои занҳо имконияти рафтанро дода аст. бо мошинҳои махсус ва ронанда зан мебошад. аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. самюн ван барои шахсоне ки хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. м плюс эпимедиум барои боқувват шудан, хуб кардани гардиши хун, барои тӯлонӣ кардани ҳамхобагӣ. мас пигменто барои касалиҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар. крем френк барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. масла хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фатзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. مثل که امروز دین نصرانی ها دعوا دارند که عیسی فرزند خداست و این تبلیغ های اونها به این مکان خانه های ما و شما آمده رسید. در خانه بعضی از مردها داخل شدیم، انجیل عیسی در خانه او است. از کجا پیدا شد؟ ما را در یک بیمارخانه طبابت کردند و این کتاب برای ما دادند. به هر گونه ما و شما را تبلیغ میکنند و اساس عقیده اینا این است که عیسی بچه خداست. ببین خدا چی میگه؟ شتمنی ابن آدم، فرزند آدم مرا دشنام داد. چگونه دشنام داد؟ خداوند آگاه کرده ایستاده است. فرزند آدم مرا دشنام داد. فاما شتمه ایای فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبة او ولده. فرزند آدم گو معنای دشمانش همین است که میگوید که من فرزند دارم. فسبحانی، قسم به عظمتی که من پدر ندارم، مادر ندارم، فرزند ندارم. ان اتخذ صاحبة او ولده، من خالی هستم از رفیق و من خالی هستم از فرزند. وقتی انسانی که یک شخصیت یک مخلوق در ذات خدا شریک میکند، خدا میگوید این معنای او را دارد که مرا دشنام داده ایستاده است. همین عیسی که امروز مردم نصرانی دعوا میکنن فرزند خدا، سوره مریم شما نظر کنید در قرآن. همین عیسی وقتی تولد میشود، وقتی تولد میشود به پدر، صاحب چهار کتاب میگوید به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. اون خدای ما و شما قدرت دارد آخی. و من اراد ان یخلق شیئا فیقول کن فیکون. ببین این قدرت خداست. دو حرف کاف و نون. این خدایی که وقتی این قدرت داشته باشد که با یک حرف کاف و نون دنیا را پیدا کند، چیزی بخواد پیدا میکند، برای فرزند چه حاجت است دیگر؟ همین عیسی وقتی تولد شد با مادرش خداوند سفارش داد 3 روز
تو روزداری 3 روز گپ نمیزنی. اگر قوم پرسان کنند این فرزند از کجا آمد، همین فرزند از داخل گهواره گپ میزند. این معجزه الهی بود، قصه قرآنی است، این یگان حکایه و افسانه نیست. وقتی اون قوم آمد از مریم پرسان کردند مریم این فرزند از کجا آمد، میگه حضرت مریم اشاره به سوی عیسی کرد، در گهواره بود. اون کس گفت تکلم میکند، اون کس سخن میگوید. اونا گفتند ما را مسخره میکنی، کودک از داخل گهواره گپ میزند. حضرت عیسی صدای بلند برآوردن، اولین سخنی گفتند چی گفتند؟ اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. سخن قرآن است. ای بنی اسرائیل، من بنده خدا هستم. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب، خدا بر من کتاب داد، این انجیل است. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید. این سخن حضرت عیسی است. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این سخن عیسی است در قرآن، در دوام همین آیات. بدرستی این که خدایی که دنیا در دست اوست، وای پروردگار من است، پروردگار شما هست، همین است راهی راست. اما شما دلالت دارد. این سخنان حضرت عیسی است که امروز اینا را دین نصرانی قبول نمیکند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، سوره صف. وقتی حضرت عیسی میگه در بین بنی اسرائیل برآمد، چی گفت؟ ای بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله الیکم، من پیغمبر شما هستم. در دوام آیات چی گفت؟ مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. حضرت عیسی وقتی گفت ای بنی اسرائیل گفت تا امروز ما تصدیق کننده تورات موسی بودیم، امروز انجیل آمد، چنگ به انجیل بزنین. لیکن من شما را به یک پیغمبری که از بعد من میآید بشارت میدهم که نام او احمد است، شما با او پیروی کنید. این قوم بنی اسرائیل چی گفتن؟ عیسی برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیات به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم و زبان عربی نویسه، هم و زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم گفت سحرگر است، محمد چند سحرگر است گفت. این تصدیق نکردن. اینا سخنهای حضرت عیسی هستند. از این خاطر ما و شما این اسلامی که خیلی و خیلی با یک مشکلات های به دست ما و شما آمده است، بیاین کاری کنیم که اینا به یک مال اندکی که خواه یک ماه و خواه یک ساله خوراک ما و شما می شود، این را نفروشیم. مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوست. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوست. این شمع الهی را، این نور اسلام، انسانی به عقل بفهم وقتی که تو مبارزه با این میبری، هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریاز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید عزیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا هست. اگر در یک دریا یک آبی دهنی سگ بزند، آیا دریا ناپاک می شود؟ نه، ناپاک نمی شود. این تبلیغ نصرانیا به منزله همون آبی دهانی سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنند، میگزند، لکن اسلام
دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چراغ این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد، لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بی شکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگد این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف بکنن. آیا توف در یگان تاقچه رس میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که هست، البته در سر خچان میامن میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزتی در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دینی بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین نه در آخرت شما قدر قیمتی دارید. و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا، اصلا او دین از او کس قبول نمیکنه و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشان میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دماند، بیرون از عبادت خانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم، ترک دنیا را میبینم. و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چکار میکند؟ باز جهنم در داخل میشود. این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسیم. با این $100 و $200 که به ما و شما میدهم باور کنین هیچ دولت سهولت ما و شما زیاده نمی شود. اون چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما، اگر عوض کننده برای ایمان من باشد. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر بود. مقایسه میکنیم زندگی اون زمان با زندگی که الحال ما و شما داریم. میگه در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد. یک روز میگه به مشام میگه بوی گوشت رسید. نگاه کردم که همون یهودی یک گوسفند را در خانهش ذبح کردگی از کشت و در دیگ پرتافتگی گوشت می جوشید. چنان گوشت برای من فارید، چنان همون یک اشتهای گوشت خوردن در من پیدا شد
که دیگر اون صورت گو من هیچ بیان کردن نمیتونم. اسما دختر ابوبکر صدیق میگوید. بازم این میگد این دختری که تولد کردم خدایجه در شکم من بود، حامله دار بودم، بسیار اشتها داشتم لکن گرسنه بودم. و همون زمان بعد شوهرم زبیر با همراه پیغمبر میگه در سفر بودن. حیرت نماندم چیکار کنم. یک کاسه یک ظرفی میگه در دستم گرفتم و خانه یهودی داخل شدم. در تق تق کردم که نگاه کردم شوهرش نیست. زنش نزد همون دیگ ایستادگی و گوشت ها را میپخت. طلب کردم. ای زن گفتم برای آتش خانه تو داخل شدم. حالا که میگه اراده من گوشت بود، خواستم که چیزی از همان گوشتش برای من نصیب بگرداند که هیچ دیگر طاقت کردن نمیتونستم. لکن دیگر شرم کردم. گفتم اگر علاو داشته باشی، آتش داشته باشی، کمی بر من بده. میگه در بالای ظرفی من یک لخچه را گذاشت. میگه پس آمم در خانه. میگه حولی من میگه تماما همون بوی گوشت میگه فرا گرفتگی بود. طاقت نشد. یک مدتی نشستم. پس گشتم باز کاسه در دستم. باز داخل شدم. گفتم تا لخچه را خانه بردم که خاموش شد. از تو التماس میکنم یک لخچه دیگر بر من بده. میگه دویم لخچه را میگه داد. آوردم در خانه. نشستم مدتی. هیچ طاقت نمیشد. سیوم بار میگه خانه این یهودی در آمدم. سیوم بارم میگه لخچه میداد لکن گوشت نمیداد. آمدم میگه دیگر شرم کردم. چهارم بار پنجم بار داخل شم و میگه جای نماز پرت افتم و دست هم کشادم. گفتم پروردگارا ما یک بنده عاجز تو هستیم، ما دختری یکی از محب تو هستیم. خدایا برای من از نعمت دنیا چیزی میسر بگردان. این دعا را میگه کرده تمام کرده بودم که صدای مرد همون یهودی از خانهش بلند شد که ای زن، گفت تا آمدن من کسی خانه نه آمده بود. گفت این زن عربی آمده بود، از ما آتش خواست. 3 بار گفت لخچه علا گفت. 3 بار دادمش. گفت اگر تا از همین گوشت یک کاسه بر او روان نکنی من از همین طعام تو نمیخورم. گفت دعا به هدف رسیده بود. لکن اسما دینش عوض نکرد برای یک تیکه گوشتی که حالتی وزین ترین بود. فقط دعا کرد که پروردگارا از نعمت خودت بر من نصیب بگردان. گفت اگر تا همین زن عربی از همین طعام ما و شما تناول نکند من از طعام تو، گفت ای زن، گفت نمیخورم. بردم میگه بر یک کاسه میگه نزد من آوردن. من از اون طعام چیکار کردم؟ استفاده کردم. ببین این گونه زحمت ها را مادرای ما و شما، پیشوای ما و شما کشیدن. از این خاطر همون حدیث پیغمبر خدا که تعبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را همچنان عبادت کنین که در ذات خداوندی هیچ شریک نیاری. صلی الله علیه و سلم میگوید من یک عادت مبارک داشت. هرگاهی که میگه من از سفرها که بر میگشتم، سفرهای تبلیغی میکرد بیچاره، سواره نی، با شکم سیر نی، مثل که امروز ما و شما را تمامی طعام ضیافت آرایش میدیم، بعد ما را دعوت میکنن که مرحمت به مردم موعظه کنین. این گونه نبود. رسول الله کوها به کوها دور میگشت برای اسلام بر گوش مردم رسانیدن. وقتی میگه رسول الله میگشت، عادت همین بود که در مسجد رفته 2 رکعت نماز میخواندن. اول خانه ای که داخل میشد این خانه فاطمه بود. فاطمه را میگه زیارت میکرد، فاطمه بوسه میکرد پدرش. بعد خانه های ازواج مطهرات، نوبت خانه زنهاش میشد. بار میگه همین رسول اکرم از سفر دور و دراز تبلیغ میگه برگشت، آمد میگه خانه فاطمه در آمد. فاطمه میگه با مجردی که میگه دیدم رسول اکرم، دیگر آب چشم میگه داشته نتانستم. میگه از من پرسید فاطمه گریه برای چی میکنی؟ گفتم پدر، گفتم وقتی تو از سفر برمیگردی این حالی تو را من میبینم، چهره تو همه کندگی، شکم تو گرسنه، لباس های تو چرکین است، من هیچ دیگر طاقت نمیکنم. گفت میگه رسول الله گشته گفت فاطمه گریه نکن، خداوند بر پدر تو چنان عنایت کرده است، چنان دین را داده است که این دین در تمام خانه که خواه از سنگ خواه از خاک ساخته شده است در تمام خانه داخل می شود. خواه اون خاندان خار می سازد، خواه اون خاندان درجه شد در قیامت بلند می کند. این همچنان دینی هست که دنیا را فرا می گیرد. گفت فاطمه، گفت تو برای این عذاب و
این شکنجه و مهنتی من گفت و گریه نکن. پیشوای ما و شما اینقدر مشقت ها کشیدن. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتند؟ این اعرابی که برای تعلیم آمده بود گفت تقیم الصلات المکتوبه، بعد از آن که شریک به خدا نیاوردی 5 وقت نماز ادا کن و تعدی زکات المفروضه، اگر مال داشته باشی از مالت زکات بده و تصوم رمضان، اگر ماه رمضان آمد از ماه رمضان روزه بگیر. فلما ولا، وقتی میگه این مرد پشت گرداند و وظیفه های خودش قبول کرد و از مسجد بیرون شد، رسول الله گفت من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، کسی اگر بخواهد که مرد اهل جنت را نظارت کند، مرد که جنتی را ببیند، نظر بر همین مرد کنید، همین از اهل جنت است. یعنی مقصد پیغمبر خدا کسی که همین عملهایی که من گفتم اگر چنگ زننده این عمل باشد، اون کس البته وارد جنت می شود. خوش به حال همه ما و شما که به یکی از نعمتهایی که الحال ما و شما این روزها را گذرانیده ایستاده ایم، این ماه مبارک رمضان است. حضرت موسی میگه وقتی مناجاتش تمام کرد، خداوند به سوی میگه گشته گفت، موسی گفت من بر امت محمد 2 نور میتم. این 2 نور گفت برای 2 تاریکی بر این امت لازم می شود. پرسان کردم من نوران، این 2 نور چی هست ای خداوند؟ گفت نور القرآن و نور رمضان، نور قرآن شان میتم و نور رمضان شان میتم. و مع ظلمتان، گفتم اون 2 تاریکی که این 2 نور بزید این 2 تاریکی مبارزه میبرد، اینها کدام است؟ خداوند میگه گفتن که ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامه. این نور قرآن و نور رمضان تاریکی قبر و تاریکی روز قیامت را بر این امت آسان میگرداند و روشن میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این موعظه کرده شده در نامه اعمال اهل این بندگان کتابت بفرمایی و خدایا در دل ما محبت خودت را، پیغمبرت را، ایمان اسلامت را زیاده بگردانی و خدایا تمام این بندگانی که با یک مراد و با یک مطلوب و با یک مقصودی که به این خانه تو آمدند و مهمان تو هستند، خدایا اینها را ناامید از خانه خود بر نگردانی و برادرانی که در اینجا خیر احسانها کردند، خدای خیر احسانهاشون به درگاهت مقبول بگردانی و مرادهاشون خدای حاصل بسازی. و برادرمان بابای شانی باترخان و اکی جورخان، مولانا صاحب، اینها اکی رحمتی استا اسلام، از جانب اینها یک خیر صدقه برای آبادی همین مسجد که الحال یک نیتی داریم در همین پهلوی مسجد یک بنای دیگر یعنی بسازیم، یک یاردم کلانی کرد برادرمان اکیشان. خداوند این ثواب و ثمره را در نامه اعمالش کتابت کند و خدا عمر دراز و تنی صحت و فرزنداش خدا از کلی آفتهای زمینی و آسمانی نگه بدارد. آمین و رب العالمین. کدام برادرای باشد اگر همینجا یک نیت کردیم، این مجبوری نیست، انشاءالله خداوند کاری خودش است بودش میکند. کسی که اگر نیت یاردم داشته باشد میتوند که مراجعت کند بر ما، چیزی که مثال از دستش می آید. انشاءالله پهلو مانده یک عمارتی یعنی برای نشست بالاش پوشیده و یعنی حاضر زمان در نیتهای برادرها هستند، مصلحتها کردند. کسی که برای فایده جان خودش، برای قیامت خودش چی مقداری که باشد اگر یاردم کند، انشاءالله نامشون کتابت میکنیم، در حقشون دائم دعا میکنیم. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر.